جلسه دوم از مبحث طلاق، موضوع راهکار شیطانی برای حلال کردن زنهای سه طلاق شده. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. در جلسه گذشته به نسبت بحث طلاق مباحثی از درس ما گذشت که اگر خدای نکرده کسی به زن خودش لفظ طلاق را استعمال بکنه، بدون نکاح میتونه رجوع بکنه تا چند دفعه؟ تا 2 دفعه. 1 دفعه طلاق گفته، دوباره میتونه رجوع بکنه. 2 دفعه طلاق گفته، یعنی در مرحله دوم طلاق ثانی را داده، باز میتونه بدون نکاح رجوع بکنه. بعد از واقع شدن 3 طلاق دیگه اینجا مشکل اینجا هست که بدون ازدواج این زن با مرد دیگر و اگر آینده او را طلاق بده و فرای مسائل، بدون از این نمیتونه به مرد اول برگرده و با اون ازدواج بکنه. این بحث گذشت و بحث کنایه هم در بحث گذشته گذشت که اگر احیانا خدای نکرده کسی در خشم و غضب به زن خودش حرفای دریوری گفت و خلاصه خیلی خشم کرد و خیلی الفاظ زشت و بد گفت، برو بیرون فلان این ور اونور، اگر نیت طلاق نداشت، صرفا برای ترساندن بوده، مشکلی نداره. اما اگر نیت طلاق در گفتن این الفاظ داشته، اینجا طلاق واقع شده، اینو میگن طلاق بائن. در این صورت اگر 1 طلاق هم واقع شده، نکاح ثانی، نکاح دوباره لازمه. اگر 2 دفعه این صورت پیش افتاده، باز دوباره لازمه که چی بشه؟ دوباره نکاح جدید را ببندن. یعنی و اگر خدای نکرده در هر 2 صورت اگر طلاق ثلاثه 3 طلاق را مثلا آمد و واقع کرد، حالا فرقی نمیکنه جدا جدا لفظ طلاق را استعمال کرد، یا اینکه با 1 لفظ گفت که شما 3 طلاقی، اینجا دیگه این زن از مرد جدا شده و طبق راهکار شرعی این زن بعد از گذشتن عدت خودش باید بره با مرد دیگر ازدواج بکنه. اگر احیانا در آینده اون شوهر دوم این زن مرد یا اونم بر سر ناسازگاری او را طلاق داد، بعد از گذشتن دوباره عده که مثلا از اون شوهر به اون لاحق میشه، میتونه به شوهر اولش اگر خودشون صلاح دانستن دوباره برگرد و چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. اما متاسفانه در ما بین ما اهل سنت اشخاصی هستن در لباس علما آبروی علما را بردن. به هر عمامه‌داری در دیانت هم نمیتوان اعتماد کرد. باید که طبق حکم الله متعال که فرمودن و کونوا مع الصادقین، ما با اون اشخاصی در دیانت خودمون باید اعتماد بکنیم که اونا صادق باشن، عملشون با گفتارشون مطابق مذهب حنفی برای ما الگو باشن. دوستان بله، متاسفانه اینجا اشخاصی هستن که زنهای 3 طلاق شده را ظاهرا مثلا عدتش گذشته یا نگذشته، چه گذشته باشه چه نگذشته باشه، میان برای 1 شب یا چند روز یا چند شب نکاح میکنن و بعد این را دوباره طلاق میدن و بعد از گذشتن عده مثلا این زن دوباره به همون مرد اول رجوع میکنه و اینو گذاشتن فلالی زنش خودش کار کرده، حلال کرده. و پناه بر خدا این از جمله کارهایی است که لعنت الله متعال و لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر چنین اشخاصی است، هم بر اون شخصی که چنین کاری را میکنه و هم بر اون شخصی که بر اون مردی که برای به دست آوردن زنش برای انجام چنین عملی با زنش راضی شده و هم بر همون زنی که برای چنین عملی ناشایستی راضی شده. بر 3 نفر این 3 نفر لعنت الله رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث آمده. چنانکه نبی خدا در حدیث گرامی فرمودن الا اخبرکم بالتیس المستعار، نبی خدا فرمودن آیا من شما را خبر نکنم به گاو نر عاریت گرفته شده، به گاو نر امانتی؟ گفتن یا رسول خدا گاو نر امانتی دیگه چیه؟ فرمودن که بله هو المحلل، این همون مردی هست که زنها را بعد از 3 طلاق شدن ظاهرا برای مردم چیکار میکنه؟ حلال میکنه. نبی خدا فرمودن این گاو نر امانتی هست و این گاو نر به امانت گرفته شده است. لقب بسیار بدی رسول الله صلی الله علیه و سلم به این شخص داده و ای کاش که فقط حرف با همین لقب بد تمام میشد. نبی خدا فرمودن لعن الله المحلل والمحلل له، الله متعال لعنت کرده اون مردی را که برای دیگران بعد از واقع شدن 3 طلاق اینطور زنای مردم را ظاهرا برای مردم حلال میکنه و اون مردی که راضی شده که با زنش چنین صورتی انجام بشه تا دوباره بتونه زن خودش را چکار بکنه، بر خودش به زنی بگیره. الله متعال هر 2 این شخص را لعنت کردن. در حدیث دیگر
آمده لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المحلل و المحلل له. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردن همین محلل و المحلل له را. یعنی در حدیث اول لعنت الله متعال و در حدیث دوم لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به نسبت چنین اشخاصی آمده. و در حدیث دیگر برای سه شخص یعنی همون مردی که این کار رو میکنه، اون مردی که زنش از دست داده و برای چنین چیز راضی شده و اون زنی که از شوهر اول جدا شده و برای رسیدن به شوهر اول به چنین کار پستی خودش را راضی کرده، لعنت الله متعال در حدیث به هر سه شخص چطور شده آمده. و دوستان همینه که اگر کسی لعنت الله متعال و لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر هر شخصی اگر در احادیث آمده و ما در مقابل و واجد شرایط چنین لعنت های قرار بگیریم، این به این معنی است که چنین اشخاصی هرگز از این دنیا با ایمان نخواهند رفت، چرا که بددعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار چیز بزرگی است. چنانکه از ابن عمر رضی الله عنه سوال شده فی الرجل یتزوج المرأة یحللها، فرمودن یه شخصی هست که زنهای مردم را اینطور نکاح میکنه بعد از 3 طلاق شدن که اونها را چکار بکنه برای شوهر اول حلال بکنه، فتوای شما در این مورد چیه؟ فرمودن هم زانیان، این هر دو نفر زناکارن، هر دو نفر زناکارن، همین مرد به همون زنی که برای همین چیزی راضی میشه. و فرمودن در دنبال فتوای خودشون اگر اینا 10 سال هم با هم زندگی بکنن، 20 سال هم زندگی بکنن، وقتی شخصی زنی را به این نیت حلال کردن گرفته، این مرد و این زن هر دو زناکار هستن، پناه بر خدا. چنانکه در روایت دیگر آمده که ابن عمر رضی الله عنه فرمودن که ما در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانه نبی خدا علیه السلام چین اشخاصی را انسان‌هایی می‌دانستیم که دنبال خواهشات نفسانی خود هستند، دنبال همین هستند که همین شهوت خودشون را بر یک جای چکار بکنن؟ خالی بکنن. لذا دوستان همینه که بی آبرویی و بی عزتی دنیا به هر صورت خواهد گذشت. مشکلی پیش آمده، همه ناراحتن و لازم نیست ما به خاطر این ناراحتی خدای نکرده دنیای آخرت خودمون رو خراب بکنیم. مشکلی پیش آمده، حالا باید این از طریق شرعی حلال بشه، درست بشه. طریق شرعی چیه؟ همونی که گفتم، طبق آیه 229 سوره بقره و 230 سوره بقره فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد از اینکه 3 طلاق واقع شد، این مرد دیگه نمیتونه با این زن همینطور عادی زندگی بکنه، طلاق واقع شده و این زن هم نمیتونه به مردش دوباره رجوع بکنه مگر اینکه بره با شوهر دیگر ازدواج بکنه. بعد از گذشته مثلا بعد از فوت اون شخص، زن مثلا شوهر دوم، یا اگر احیانا در آینده سر ناسازگاری گذاشتند و آمدند و دوباره طلاقی واقع شد، میتونه با رضایت خودش طبق صلاحیت خودش با همون شوهر اول چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. در غیر این صورت اگر ما چاره‌ای برخلاف قرآن و سنت در زندگی خودمون ما اینطور مثلا برای درست کردن کارهای خودمون درست بکنیم و پیش بگیریم، این یعنی فروختن دین به دنیا هست و این عاقبت خوبی نزد دنیوی و نزد اخروی برای ما نخواهد داشت. الله به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک مسئله مانده، مسئله اینه راهکار شرعی چیه؟ حالا اتفاقی افتاده دیگه، این مشکل ما گیر کردیم، هیچ راهکار شرعی برای این نیست. ما چیکار بکنیم که موافق شرع بر خیر از اون چیزی که شما گفتیم با شوهر دیگر ازدواج بکنه و فلان مسائل، راهکار دیگری برای این وجود نداره؟ بله، یک راهکاری علما نقل کردن که ان شاء الله من اینو در جلسه دیگر برای شما خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.